آقا مگه میشه آخه؟ خب مشکلش چیه دقیقا؟ آقا شما با یه عکس رو صفحه شناسنامه به من آیفون از دم قسط دادی. این ضمانتش خیلی بیشتر از چند تا آیفون قیمت داره. چه ضمانتی داره؟ الان بخوام قسطاشو ندم چی؟ حالا بهت میگم. همراهای ایشون کدومتون دنبال اسم مادرشه؟ من میدم آقا میدم. قسط میدم. ببین مطمئنم خیلی های دیگه دنبالشن و خیلی زودتر از یه چک نقد میشه. حالا اگه میتونی قسطاتو نده. آقا مگه میشه آخه؟ خب مشکلش چیه دقیقا؟ آقا شما با یه عکس رو صفحه شناسنامه به من آیفون از دم قسط دادی. این ضمانتش خیلی بیشتر از چند تا آیفون قیمت داره. چه ضمانتی داره؟ الان بخوام قسطاشو ندم چی؟ حالا بهت میگم. همراهای ایشون کدومتون دنبال اسم مادرشه؟ من میدم آقا میدم. قسط میدم. ببین مطمئنم خیلی های دیگه دنبالشن و خیلی زودتر از یه چک نقد میشه. حالا اگه میتونی قسطاتو نده.